بچه ها قراره تو این ویدیو یه سنس A12 بهتون بدم، بریم حال کنید. بچه ها این سنس A12 رو بعد این مچ بهتون میدم. بعد اگه سنس مخصوص گوشه دیگه ای میخواستین حتما داخل کامنت ها بهم بگید. واسه هر نوع گوشی که خواستید من براتون میذارم. لطفا فقط داخل کامنت ها مدل گوشیتون رو برام بنویسید. بچه ها فقط مدل گوشیتون رو لطفا ننویسین. مدل گوشی به اضافه مثلا تعداد رمتون، چنگی رمتون، این هم به من بگید، چون که اونایی که گوشیشون ضعیفه سنسی بدن مخصوص گوشی خودشون. حالا فهمیدین؟ با تو افتاده این خب بعد این مچ بهتون سنسر رو میدم. بذارید الان من دکمه رو بهتون بدم. دکمه تیرمون 54 بذاریم. خب بچه ها اگه میترسین گوشیتون با DPI خراب میشه، باید DPIتون بالای 600 باشه تا گوشیتون خراب بشه. ولی من به عشق همتون یه DPI آوردم که بالای 600 نیست و شما میتونید به راحتی از اون استفاده کنید. بله نزن داداش. آها داداش شما اینم گرفته. خب بیا بیرون. خوشتی. خب ای بابا وست گرفتی. بچه واقعا ازتون ممنونم. اون ویدیویی که دیشب گذاشتم داخل چنل 759 تا بازدید داشته و ازتون واقعا ممنونم و به عشق همتون امروز یه سنس آوردم. ببینم بعد این ویدیو چند تا بیو و فالو میخوام. واقعا ازتون ممنونم بچه، واقعا ازتون. اینجا یه شاتگان میگیریم. خب اینم بگیریم. پارافال و شاتگان بنازم. مدل گوشیتون رو به اضافه رمتون داخل کامنت ها بنویسید. بنازم بچه بنازم. خب دکمه رو که بهتون گفتم بچه DPI رو بذارید رو 510 گوشیتون به هیچ عنوان خراب نمیشه، چون که بعد برای اینکه گوشیتون آسیب ببینه بالا 600 باشه. خب بریم سراغ سنس. اینم سنسمون بود. خب بایستید من سنسم بگیرشون. اینم از سنس. دکمه هم 54 بود. برید حالشو کنید تا ویدیو بعد خود نگهدار.